سلام سلام كمسك الختام. با نام خداوند بخشنده و مهربان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای ابوذر، چون شوربا پختی آب آن را بسیار نما و همسایه هایت را یاد کن. روایت مسلم. دوستان عزیز، در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه کرام ابوذر میگویند آب شوربایت را بسیار نما تا که از این خوراک به آنها بدهی. ولی دوستان، این خیلی عملی خوب است. این عمل مهر و محبت را بین همسایگان زیاد میگرداند. و این را بدانید که این توصیه پیامبر صلی الله علیه و سلم نه تنها برای ابوذر بود، این توصیه برای همه مسلمانان هست. پس بیایید با این عمل مهر و محبت را در بین همسایگان خود زیاد نماییم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.